شما برای قربانی کردن وزن گوسفند حتمی است؟ نه. مهم این که 1 ساله بالا باشد. اگر بز باشد، گوسفند باشد 6 ماه بالا باشد، گاو 2 ساله بالا، شتر 5 ساله بالا. سن و سال معتبر است و بعضی چیزاشو ما در صحبت‌های گذشته کانال بینید شرح مختصری قدورنده با بیان کرده گذاشتیم کدام نوع حیوانات جایز است کدام نوعش جایز نیست. یعنی این مینه فلان کیلو گفتم که بعضی بزای ما دیدیم 5 کیلو گوشت کرده است بعد قربانی جای تازش. مهم سینه‌اش 1 ساله باشه، خراب باشه دیگه گپ نداره. یعنی قربانی لیکن فربش این سنتی پیامبر صلی الله علیه و هر چقدر فربه باشد همین قدر خوب است. لیکن اگر پولتون فقط همین خراب برسد بگذار همین نکنید. مهم به نام الله خون برآورید. مهم اطاعت الله تعالی کردید. چهار گوسفند هست و فربه نیست برای همین هیچ پرسیدم. نمیگیرد. هم کلان سالترینش یعنی مقصد 6 ماه با گذشته باشد 1 ساله گذشته باشد با خوب است. همانش کنید شده هم میره.